این است که چرا باید ما نماز بخونیم. اونا که نماز خوندن به کجا رسیدن؟ پدر مادر با بچه‌هاشون در این رابطه درگیرن. بلند شو برو نماز بخون، این میگه ولش کن الان خوابم میاد، خستم، حالا بعداً کنکور مهمتره، تست، درس. ولی سوال میکنه از پدر مادرش. بعضیام شاید جرأتش نکنه این سوالو کنن. من از قول شما این سوال رو کردم، به این سوال میخوام پاسخ بدیم. چرا ما باید نماز بخونیم؟ نماز تشکر از خداست. خدا اگه لب به ما نمیداد، کوچیک بودید نمیتونستید بمکید و بخورید، میباز با سرنگ تو حلقتان میریختن یا با شلنگ میریختن تو حلقتان. بعد بزرگ شدید با این لبا حرف میزنید. الان لب نداشته، نمیدونی چی میخوای بگی که این لب تنظیم میکنه حرفاره. قدیم میگفتم ب مثلا میخواد بگی میم مثلا، گو آقا لبا میچسبه کم میچسبه، این تنظیم کننده است. این مثلا چیزی میزنن از این بگید. آره این تنظیم کننده است، این لب این تنظیم کننده است. هیچ بوسه اون دیگه نبود. آدم پدرش رو ببوسد، مادرش رو ببوسد، چقدر دیگه نبود دیگه، همه چی. این لب چقدر خوبه. حالا من که میدونم برای چی میخندید شما. هنوز زوده حالا انشالله. خب خدا داده برای یه چیز خوب